آماده سازی اختصاصی توسط سایت دانلود فیلم 1448. نمیخوایم بخونی؟ نیازی نیست. مجبور نیستی امضا کنی. لطفاً. خودم اینجوری خواستم. تا بچه‌ها بیدار نشدن بهتره این مسئله حل شه. من این امضا نمی کنم. هالوک، من اینجوری احساس بهتری دارم. خواهش میکنم. این هیچ ارزشی نداره، میدونی که فقط یه تیکه کاغذه. و چون گونش خواست امضا کردم. نمیخوام اینو به عنوان یه شکست ببینین. اگه حرفای دیشب رو به خاطر بیارین. حرفای دیشب کاملا یادمه رهنه خانم. فقط یه خواهشی دارم. دخترها از این موضوع با خبر نشن. وقتش که برسه خودم براشون توضیح میدم. البته حتما. فعلا با اجازهتون میخوام برم برای بچه‌ها یه چیزی درست کنم. به خواستت رسیدی؟ گونش 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 همه چی رو به راهه؟ آره. دارم میرم سر کار ولی فکرم پیش توه. این موضوع رو همینجا تموم میکنیم. حرفای دیشب تو هم تو ذهنم میمونه. باشه، اگه بخوای میتونم یه بار دیگه بگم. بنویسم برنامه رادیویی تو تلویزیون. دیوونه. چون دیگه کلمه کلیدی رو شنیدم میتونم برم. من تو آشپزخونه یکم کار دارم، باید برم. منتظرتم بهم زنگ بزنی. بهت خبر میدم. دلم برای تنگ میشه. گردنبند کجاست؟ سواش گردنبند مادرمه، باید بهش پس بدم. راحتم بذار. پس معلوم شد نمیخوای پس بدی. اشکالی نداره، خودم پیداش میکنم.
ببینیم جنگجوی دیشب گردنبندو کجا قایم کرده. یعنی ممکنه اینجا باشه؟ نیست. شایدم اینجاست. اینجا هم نیست. ای وای. بهتره اینجا هم ببینم. اوه شکست. ببخشید ناراحت که نمیشه دارم اینجا رو به هم میریزم. نمیفهمم این همه ادا و جست برای چیه؟ دیشب خیلی حال شده بودی، چت شدی ها؟ نکنه رفتی دامپزشکی بهت آمپول زدن؟ بابت دیشب معذرت میخوام. حالا لطفاً برو. پس این همه وقت گردنبند تو دستت بود. داره بده به من. دستات این منگناست باز نمیشه. بهت میگم بده به من. گاز میگیرم. ول کن. منو تنها بذار. اینو بدون تا وقتی گردنبندو ازت بگیرم دنبالتم. من بهت اجازه دادم دماغمو بگیری نفهم. مگه با تو نیستم؟ صبر کن ساماش. کاری باد کرده؟ نه کاری نکرده. وقتی از ساختمون اومده بیرون تو رو دیدم. من به اون ساختمون نرفته بودم که. یعنی چی دیدین؟ همه چی رو دیدین؟ یکم با هم حرف بزنیم. چی شده؟ بهت گفتم ملیسا کجاست؟ این دست تو چی کار میکنه؟ ملیسا کجاست؟ تو میدونی اون کجاست؟ اینو تو بردی برای من. دروغ میگی. یادت نمیاد نه؟ دروغ میگی. دروغ نمیگم. هر کاری کردیم به خاطر خودت بود. یعنی چی؟ چی کار کردین شما؟ چی کار کردین؟ میدونی اگه پلیس اینو تو دستت میدید چی میشد؟ اون شب ملیسا نیومد. فهمیدی؟ نیومد. اونجا منتظرش بودم اما نیومد. اگه میومد ولش نمیکردم. اجازه نمیدادم بره. نیومد. همه دروغ میگن. تو هم دروغ میگی. واقعا یادت نمیاد؟ نیومد. اگه میومد نمیذاشتم بره. اونجا بودی تو ساحل. ملیسا هم اونجا بود. چی میدونی؟ چی میگی تو؟ تعریف کن لطفا. میخوای واقعیت رو بدونی؟